امروز 21 می است و چون همیشه در همین ساعت برنامه اخباری آزادی رو پیشنهاد شما میکنیم. سلام دوستان عزیز، در 15 دقیقه نزدیک این و دیگر موضوعها را داریم. بیش از 2000 جبر دیده و 6 میلیارد روبل خسارات مالی. رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه ارقام نو وابسته به حمله به تالار کنسرتی کروکوس را اعلام کرد. تاکنون 19 نفر دستگیر شدند. در پرونده 2307 نفر به حیث جبر دیده ثبت شدند. چشم برای خریدار. تاجران بازارهای نزدیک مرزی تاجیکستان و قرغیزستان میگویند با گشوده شدن مرزها سودای سرد شده آنها بهبود نیافته است. دوره پیشکی همین تاجیکستان و قرغیزستان نقض بودیم می آمدند که بعد از که کارا بسیار شد نمیگذارن حالی. و با جلک و توقی جلبی مخاطبان به مسابقه‌های ورزشی در ولایت ختلان به گفته مقامات از این رو می‌خواهند پیش افراطی شوی جوانان را بگیرند. الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه که از منصبداران مهاجر ستیز دانسته می شود با تاکید به هویت و توجیگ بودن گمانبران حمله مرگبار به کروکوس گفت قرار است به زودی پرونده آنها به دادگاه فرستاده شود. او هنگام سخنرانی در یک همایش در شهر سنت پترزبورگ در روز 20 می افزود که تاکنون در رابطه به حمله به کروکوس 19 نفر دستگیر شدند. Теракт совершили تاجیک میگرانت. حمله تروریستی را تاجیکان مهاجران انجام دادند. ما با همکارانمان از وزارت کارهای داخلی و خدمات امنیت فدرالی زود عمل کرده 4 نفر را دستگیر کردیم. تا کنون 19 نفر دستگیر شدند. در پرونده 2307 نفر به حیث جبر دیده ثبت شدند. 2000 شاهد را پرسیدیم. پرونده جنایی 500 جلد است. پرونده به زودی به دادگاه فرستاده می شود. در نتیجه حمله به تالار کنسرتی کروکوس بیشتر از 140 نفر کشته و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. شیوه بی‌رحمانه بازداشت و حتی بریدن گوش یکی از متهمان به جنایت شبهه و گمانهای زیادی را درباره جنایت و دست داشتن تاجیکان در آن برانگیخت. مقامات روسیه میگویند عاملان حمله پیروان شاخه خراسان داعش هستند. حمله به کروکوس جامعه تاجیکستان را هم تکان داد و سبب شد روسیه قانونهای مهاجرت را سخت‌تر کند و 10,000 مهاجر تاجیک را رانده و هزارها نفر دیگر را به قلمروش راه ندهد. رو میاریم به موضوعهای دیگر. تاجران بازارهای نزدیک مرزی تاجیکستان و قرغیزستان انتظار خریداران همسایه کشور هستند. آنها میگویند که با گذشت 2 ماه از باز شدن مرز باری هم مزاجهای قرغیزتباران ندیدند. همچنین در بازار قرغیزتباران نیز خریداران تاجیک مشاهده نمیشدند. پیش از مناقشه ها و بسته شدن مرز وضع کاملا دیگر بوده است. فرزان محمدی از بازارهای کم خریداری منطقه مرزی گزارش میدهد. بازار چارکوه شهر اسفره هفته 1 مرتبه دایر می شود ولی مثل پیشی ها جوش و خروش ندارد. تاجران امیدوار بودند که بعد باز شدن مرز تاجیکستان و قرغیزستان تجارت بین دو طرف اوج می گیرد ولی هنوز آن را احساس نکردند. دوره پیشکی همین تاجیکستان و قرغیزستان نقض بودیم می آمدند که بعد از که کارا بسیار شد نمیگذارن حالی. از قرار بودم نگاه حالی نگذشتیم. دهه چارکوه نزدیکترین دهه به قرغیزستان است. شهر اسفره با ولایت بادکن مرز مشترک دارد و تبادل مال تا بسته شدن سرحد بسیار نظررس بود. گروج می آورده ها گروجای باب آورده می فرو اردم 10 گروجای باب می داد. با وجود همسایه روبرو بودن دهه های بارباردوک قرغیزستان و خستیورز تاجیکستان بازار آنها نیز کم آدم و کم خریدار است. تاجران بازار خستیورز میگویند که بین دهه های مرزی نقلیات میگشت و کار و آمد و رفت تاجران را آسان میکرد. هر روز کردکچه میدوختم روز با شب بودم میفروختیم افتابوزو من میخوای بودی همش آدمای زور بود شوفیرایم آورم ارقا میداشت ما 4 کس 5 کس 6 کس میرفتیم همه برام اوشانده بخشامه میاندیم حاضر خیلی کارا نیست. وضع در دیگر سوی مرز هم چنین است. در بازار قرغیزتباران ارقه خریداران تاجیک مشاهده نمی شوند.
هرچند بازار در کنار شاهراه خوجند اسفره قرار دارد. به گفته برخی از ساکنان و تاجران، دور بودن گذرگاه‌ها و طلبات سخت گذر از آنها بر رفت و آمد شهروندان مانع ایجاد کرده است. به گفته آنها 5 سال پیش احوال چنین نبود و مردم امیدوارند وضع بهتر می شود. حاضر با رفت و آمد انشالله سر میکنیم، بها آمده این موی میگیرم، ما رفته این بهای میگیریم، خدا خواهد انشالله بین دوستی اضافه شده میگیرد. ما خواهش میکنیم که به آمده در آمده یگان بیش نیست، مناقشه اینتی گپا یگان بین کینی و کدیره نیست. رفت و آمد شود نقضی یادگیر فهمی شود، دوستی شود نقضی، زندگی پیش میبرد. انتو من تینجی آرام همه جا نقض. وزیران نقلیات تاجیکستان و قرقیزستان هفته پیش موضوع از سر گرفتن حرکت اتوبوس‌ها در خط‌سیرهای خوجند آش، خوجند بادکن و اسفره بادکن را بررسی کردند. در دیدار مقامات دو کشور پیشنهاد شده است که کار در قطعه راه آهن سپیتامین استقلال سپیتامین در ولایت سوخت برای حمل و نقل کالا از قرقیزستان از سر گرفته شود. با این وجود مقامات سوخت میگویند باز شدن مرز سطح تبادل مال را 10 برابر بالا برده است. در 4 ماه سال 2025 در اساس معلومات خدمات گمرک ولایت حجم گردش سودای بین ولایت سوخت و جمهوری قرقیزستان به 2.4 میلیون دلار برابر گشته است که نسبت همین دوره سال گذشته 28.3 مراتب زیاد می باشد. از آن جمله محصولات صادرات شونده در حجم 917,000 دلار که نسبت همین دوره سال گذشته 539.5 برابر زیاد شده است و محصولات وارداتی باشد 1.4 میلیون دلار را تشکیل کرده است که نسبت همین دوره سال گذشته 17.7 برابر زیاد می باشد. از آن جمله حجم گردش سودای منطقه هایی که در بین مرز نزد منطقه هایی که نزد سرحدی می باشند حجم گردش سودای آنها از 6.1 سر کرده تا 26.5% نسبت همین دوره سال گذشته زیاد گشته است. 2 ماه پیش تاجیکستان و قرقیزستان پس از بحث‌های طولانی سازش مرزی را امضا کردند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان 1000 کیلومتر است و تا ماه مارس بسیاری از قطعه‌ها بحثی به حساب می‌رفتند. بارها در نقطه‌های بحثی جنجال سر زده باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها نظامی و ساکنان محلی دو کشور شده بود. مقامات قرقیز و تاجیک گفتند که امضای سازشنامه مرزی به این بحث‌ها خاتمه داد و دیگر زندگی ساکنان نزد مرز بهتر و بهتر خواهد شد. فرزان محمدی، رادیو آزادی از منطقه‌های نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید و می رویم به جنوب تاجیکستان. در فرخار مقامات برای مبارزه با افراطگرایی به سراغ ملاها و امام خطیبان رفتند چون اعتماد مردم به آنها زیاد است. خودی این روحانیان هم میگویند تلاش دارند در این کار پیشرفت باشند و در مسابقه‌های ورزشی هم با جلک و طاقه فعالانه شرکت می‌ورزند. محمود جان رحمت‌زاده در همین باره گزارش می‌دهد. در اینجا مردم ناحیه واسه برای مسابقه دویدن و دوچرخرانی آمدند. چون این مسابقات را هر سال در ماه می در همه شهر و ناحیه‌های تاجیکستان برگزار می‌کنند. این دونده امام خطیبی مسجد جامع دهه کدوچی است. در این دو او با معاونش شرکت کرد. در میان امام خطیبان جای اول را صاحب شده است. این دوی ملی که طول 15 سال فعالیت دارد، ما همچون امام خطیب مسجد جامع با معاونم در همین دو اشتراک کردیم. از جماعت باباشایان دهه کدوچی در همین دو جای اول از ملاها گرفتیم. برای سلامتی تندرستی بسیار ورزش چیز خوب است. 3 سال می شود که روحانیان در واسه برای تبلیغ ورزش در صف پیشند. حالا دسته فوتبال هولبوگ را امام خطیبی مسجد مرکزی رهبری میکند. اینچنین دیگر امام خطیبان مسابقه های خرد فوتبال را در دهات تشکیل کردند. رئیس ناحیه گفت که رهبری هر دسته را امام خطیبان بر عهده خواهند داشت. او گفت از این راه میخواهند پیش افراطی شوی جوانان را گیرند. فوتبال بر ضد تروریسم و اکستریمیسم در همه موضوع در جماعت دیوت گلستان علاقه فوتبال بین دهها را موندیم که هر یک کمانده فوتبال در روز هم رئیس محله هم امام خطیب هم دیرکتوری مکتب.
ناحیه وسع از نظر اهالی و مساحت کلانترین ناحیه منطقه کلاب است. در مسابقات دو دوچرخه‌رانی 5000 ساکن شرکت کرده است. بیشتر غالبان در این چهاربینی جوانان بودند. طبقه‌ای که مقامات تاجیکستان از افزایش افراطگرایی اسلامی در بین آنها بسیار نگرانند. گزارش بعدی ما از قزاقستان است که نرخ خانه در آنجا با سرعت رکوردی بالا می رود، مخصوصا در شهرهای کلان چون الماتو و استانا. تحلیلگران میگویند بالاروی به ایست نرخ‌ها آرزوی ساکنان عادی را که میخواهند صاحب خانه خود شوند دستنوراست کرده است. تفصیلات گزارشی نسته شیوری مرا در این باره همکارم زرنگیز نوروز شاه پیشنهاد شما میکند. تلگرام کانالی داتاهاب نوشته است از آغاز سال روان نرخ خانه در بناهای نوساخت الماتو تقریبا 8% بالا رفته است. در استانا این رقم کمتر به بیش از 4% برابر بوده است. آنهایی که تلاش دارند تا حداقل قسمی از پول را برای پیش پرداخت جمع آورند میگویند از امکانی رسیدن به آرزوی خود هرچی دورتر میشوند. جمع کردن ناممکن است. من 250,000 تنگه معاش میگیرم ولی این نمیرسد. باید میلیون کار کرد تا تمامی خراجات برآورده شود و باز مقدار در دستت ماند. اگر کمتر باشد البته مشکل است. اگر این خیلنگری البته نرخ خانه بالا می رود، پول مردم به این نمی رسد، ولی اگر کاری خوبتر باشد و یک آدم در عائله کار کند فکر می کنم 700-800 هزار کافی است. به حساب میانه نرخ خانه دو حجرگی از 20 میلیون تنگ سر می شود. برای پیش پرداخت تقریباً 20-30% مبلغ لازم است. ولی اگر معاش تو 250-300 هزار است، چطور برای پیش پرداخت می شود پول جمع آورد؟ عائله های جوان برای 25 سال ایپوتک می گیرند. البته با نرخ گران، جوانان دیگر یگان راهی برای خریدن خانه ندارند. از بالاروی بنظمی نرخ‌ها در پارلمان هم نگرانی کردند. وکیل قزاق بختیجان بازاربек گفت بیش از 20 سال است به بیناکاران در این کشور امتیاز پیشنهاد شده است. با هدف کاهش نرخ خانه آنها از پرداخت انداز از ارزش ایلاوگی آزاد شدند، ولی در نهایت شرکت‌های ساختمانی نه تنها نتوانستند نرخ را پایین نگه دارند بلکه آن را 21 برابر بالا بردند. ظاهراً تلاش نهادهای دولتی برای ساکنان عادی قزاقستان به نتیجه ماند. حکومت از سال 2001 حمایه و پشتیبانی میکرد و متوجه نشد که چطور به لابی سازی به فایده شرکت‌های ساختمانی سر کرده است. اکثر بیناکاران در این دوره با استفاده از اینکه از مالیات از ارزش ایلاوگی آزاد بودند به فهرست فوربس شامل شدند. بعضی‌ها دارایی‌های خود را به خارجه بردند. برای برخی دیگر امتیازات کافی نبود که به فریب خریداران دست زدند. سریک جومانگارین معاون سروزیر قزاقستان این اشتباه را اعتراف کرد و گفت نقشه واقعا هم به هم زد. اما وی پیشنهاد یک وکیل مجلس را که گفت شرکت‌های بیناکار باید وادار کرده شوند که پولی از حساب آزادی انداز به دست آورده را به بودجه برگردانند رد کرد. جومانگارین گفت آزاد کردن صاحبکاران از انداز تصمیم خود منصبداران بود. تجارت همین است. همه چی از آن وابسته است که دولت چه امتیاز می دهد. شرکت‌های ساختمانی که از انداز آزاد بودند در نهایت 2 یا 3 برابر درآمد می گیرند و ما ترتیب نرخگذاری برای 1 متر مکعب را نمی بینیم. چون این معلومات در دسترسی آزاد نیست. در حکومت اظهار داشتند که سر از سال 2026 از شیوه کار خواهند گرفت که امکان می‌دهد نرخ خانه تنظیم شود، ولی جزئیات آن را آشکار نکردند. تا آن زمان بالاروی نرخ‌ها ادامه خواهد کرد. دوستان مهربان 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که تا این ثانیه های برنامه ما را تماشا کردید. خبرهای نو با عکس و ویدیو در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، یوتیوب و تیک تاک نشر می شوند. اگر شما نشاید حادثه شدید و عکس و نوار دارید لطفاً به ما فرستید، منتظر می شویم. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبانی هر یک شما باشید.